قلیایی بودن بدن و سرطان ها، این چهارمین قسمت صحبت های بنده است. استفاده از قلیایی کردن بدن برای مهار رشد سلول‌های سرطانی به هیچ وجه جدید نیست و حداقل مربوط میشه به 70 سال پیش و در این زمینه مطالعات و مقالات بسیار زیادی در ژورنال‌های معتبر منتشر شده و من امروز یکی از جالبترین و معتبرترین مقالات را خدمت شما نشون خواهم داد. قلیایی بودن بدن شما با دو مکانیسم کاملا متفاوت به مهار سلول‌های سرطانی کمک میکنه. من این دو مکانیسم را روی تخت خدمت شما نوشتم، با هم خیلی سریع مرور میکنیم. 1. کم کردن رشد سلول‌های سرطانی. ببینید، یه آقای دکتری بود، یک پزشک آلمانی به نام دکتر اوتو هاینریش واربرگ. ایشون سال 1931 میشه 94 سال پیش جایزه نوبل پزشکی گرفت. مطالعات ایشون اون موقع نشون داد که الانم درسته، این بود که سلول‌های سرطانی متابولیسم بی‌هوازی دارن. یعنی سلول‌های سرطانی برای رشد و تکثیر خود نیاز به محیطی دارن که اکسیژن کمی، اکسیژنی نیست. سلول‌های سرطانی از محیط در واقع پر اکسیژن فرار میکنن. به همین دلیل دکتر واربرگ یک جمله معروفی داشت که سلول‌های سرطانی در محیط قلیایی رشد نمیکنه. بنابراین وقتی بدن شما قلیایی است، چون غلظت یون هیدروکسیل بالاست، یک محیط قلیایی غنی از اکسیژن خواهد بود، چیزی که سلول‌های سرطانی دوست ندارن. به همین دلیل رشد سلول‌های سرطانی کاهش پیدا میکنه. این مکانیسم اول. مکانیسم دوم این هست: جلوگیری از پیدایش سلول‌های سرطانی. ببینید سرطان چی هست؟ سرطان عبارت است از رشد و تکثیر غیر قابل کنترل سلول‌ها به دلیل جهش یا تغییر ساختار دی ان ای اونهاست. تخمین زده می شود که در بدن ما انسان‌ها روزانه حداقل 10,000 جهش رخ میده، ولی هیچ کدوم از اونها معمولا سرطانی نمیشه. اگر قرار بود هر جهشی در بدن انسان به سرطان تبدیل بشه، فکر نمی کنم حتی یک انسانی در حال حاضر روی کره زمین زنده بود. پس چه اتفاقی میفته؟ ببینید، وقتی در بدن شما ساختار دی ان ای یک سلولی تغییر میکنه یا به اصطلاح جهش رخ میده، سیستم ایمنی و دفاعی بدن شما اون ترمیم میکنه. اگر در واقع شدت آسیب، میزان آسیب و تعداد جهش از قدرت ترمیمی سیستم دفاعی بدن شما بیشتر بشه، اون موقع هست که در واقع سرطان بروز خواهد کرد. همونطور که میدونید ساختار دی ان ای ما انسان ها به صورت یک مارپیچ در واقع دوگانه است که از دو پلیمر نوکلئوتیدی تشکیل شده. اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختمان دی ان ای شما ما به اونا میگیم بازهای عالی. اسامیشون هست آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین. به این شکلی که آدنین با تیمین روبرو، سیتوزین با گوانین روبروی با هم جفت میشن. حالا وقتی بگیم در این ساختار دی ان ای شما آسیب رخ میده، بگیم به این شکل، خب بدن سعی میکنه اینو ترمیم بکنه. برای ترمیم این بدن شما نیاز به آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین داره. خب بریم ببینیم این آدنین، تیمین، سیتوزین، گوانین از کجا میاد. اگر بگم از کجا میاد تعجب خواهید کرد. از گلوکوز میاد. بله، بدن ما انسان ها، حتی یک بیمار سرطانی گلوکوز نیاز داره، ولی اون گلوکوزی که در بدن خود انسان تشکیل شده. حالا این گلوکوز بسته به اینکه بدن شما اسیدی است یا قلیایی، متابولیسم متفاوتی را طی خواهد کرد. ببینید من اینجا می‌نویسم: اگر pH بدن شما قلیایی باشه یا اسیدی، اگر pH بدن شما بین سلول در واقع 6.6 تا 7.4 باشه، این گلوکوز در بدن شما تبدیل میشه به ریبوز 5 فسفات. ریبوز 5 فسفات تبدیل خواهد شد به این نوکلئوتیدا و این میاد این آسیب رو ترمیم میکنه. حالا اگر بدن شما اسیدی باشه، کتابا می‌نویسه که pH بدن شما کمتر از در واقع 6.5 باشه، این گلوکوز مسیرش متفاوت خواهد بود. وارد در واقع مسیر گلیکولیز بی‌هوازی میشه، تبدیل میشه به در واقع اسید لاکتیک.
بدن شما برای اینکه بتونه این آسیب دی ان ای را ترمیم بکنه نیاز به این آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین داره. برای اینکه بدن شما بتونه از اونا به اندازه کافی درست کنه لازم است که محیط سلول قلیایی باشه. بهترین در واقع پیهاش بدن برای ترمیم دی ان ای آسیب دیده میگن 7 و 4 است. بنابراین میبینید که وقتی بدن شما قلیایی باشه بدن شما با تولید این 4 باز آلی میتونه این در واقع دی ان ای آسیب دیده شما را ترمیم بکنه. ببینید 3 گروه هست در دنیا که سرطان در میان اونها بسیار بسیار کمه. من اینجا نوشتم یه طایفه هست به نام هونزا. این طایفه هونزا در شمال پاکستان، حد فاصل مرز پاکستان و افغانستان زندگی میکنه. اینا بالای 100 سال عمر میکنن. بیماری قلب توشون کمه، سرطان توشون کمه. سالها سال برای دانشمندان علمت سوال بود که آقا اینا چرا این طولشون طولانیه، سرطان هم توشون بسیار کمه. ابتدا تصور کردن که شاید به این دلیل که این طایفه هونزا مقدار زیادی هسته زردآلو میخوره. حتما میدونی که هسته زردآلو محتوی آمیگدالین هست که همون ویتامین B17 هست. حالا من اگر وقت کنم حتما صحبت خواهیم کرد در مورد نقش ویتامین B17 در درمان سرطان ها. بعدن دیدن که نه این نیست. متوجه شدن که آبی که طایفه هونزا مصرف میکنه معمولا از یخچال های هیمالیا سرچشمه گرفته و محتوی مقدار زیادی 3 عنصر کلسیم، پتاسیم و سزیم هست. این سه املاح میتونه بدن شما رو قلیایی کنه. دهها پیش سزیم درمانی در سرطان رایج بود. طایفه دوم گروهی از سرخپوستان امریکاست به نام سرخپوستان هوپی که در ایالت آریزونای امریکا زندگی میکنن. دیدن که آقا تو میان اینها هم سرطان خیلی کمه. چرا؟ گفتن شاید ژنشونه، شاید سبک زندگیشونه، رژیم غذاییشونه. بعدن دیدن که آبی که اینا مصرف میکنن محتوی مقدار زیادی پتاسیم و روبیدیوم هست. دیدن آبشون قلیایی است. و طایفه یا گروه آخر ساکنین جزیره اوکیناوا ژاپن. دیدن اینم که معمولا عمرشون طولانی تره، سنین بالا تو اونجا زیاده، خطر سرطان هم پایینه. متوجه شدن که چون صخره‌های مرجانی در جزایر اوکیناوا ژاپن بسیار زیاده و این صخره‌های مرجانی محتوی املاح زیادی است، باز دیدن که آب مصرفی اهالی این جزیره نیز پر از املاح زیادی است که بدن رو به شکل قلیایی نگه می‌داره. بنابراین می‌بینید که قلیایی بودن بدن شما با چه مکانیزمایی میتونه به مهار سرطان کمک کنه. و اما این مقاله بسیار جالب. ببینید این مقاله است که 3 سال پیش جولای 2022 در ژورنال فرانتیرز این اونکولوژی میشه مرزهای سرطان شناسی منتشر شده توسط دانشمندان ژاپنی. عنوانش این است: مفهوم و اهمیت درمان قلیایی در سرطان. در این مقاله نشون میده که در کنار درمانهای رایج وقتی بدن را قلیایی میکنیم سرطان خیلی راحت‌تر مهار میشه، سرطان ها خیلی راحت‌تر خاموش میشه در بدن افراد. در این مقاله 11 کیس کاملا متفاوت رو توضیح داده که چگونه با تغییر رژیم غذایی اینها و قلیایی کردن بدن اونها سرطان این افراد خاموش شده است. در اینجا یک خلاصه جالبی داره این مقاله، من خدمت شما میخونم ترجمه شو. بزرگترین ضعف درمانهای رایج سرطان این هست که خود سرطان را درمان میکند، نه بیمار واقعی را. روشی که ما برای قلیای درمانی توصیه میکنیم هیچ گونه رقابتی و منافاتی با درمانهای رایج پزشکی ندارد، بلکه قلیای کردن بدن بیمار باعث افزایش تاثیر درمانهای رایج، کاهش عوارض جانبی و کاهش هزینه‌های پزشکی می شود. بنابراین می‌بینید که مقالات زیادی در این زمینه منتشر شده و این یکی از معتبرترین اونهاست. من همیشه گفتم، اینجا نیز یک بار دیگه میگم، نادیده گرفتن درمانهای رایج سرطان اشتباه است و اشتباه بزرگتر اون است که این درمانهای کمکی رایج را از جمله قلیایی کردن بدن را ما نادیده بگیریم.
خب امیدوارم که از صحبت امروز ما مطالب جالبی یاد گرفتید. تا ویدیوی بعدی تنتون سالم، دلتون خوش باد.